إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اما گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه بقره تا پایان آیه 61 رو در سلسله مباحث نوبت‌های پیشین بازگو کرده بودیم و انشاءالله از این نوبت آیه 62 رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان در این آیه چنین می‌فرماید که ان الذین آمنوا، همانا اون کسانی که ایمان آوردند، و الذین هادوا یعنی یهودیان، و النصارى مسیحیان، و الصابئین که باید اشاره کنم انشاءالله بحث گسترده شود، هر آن کسی که ایمان به خداوند و عالم قیامت آورده باشد و عمل صالح کند، فلهم اجرهم عند ربهم، اجر ایشان در نزد پروردگارشون محفوظ و مصون خواهد بود و هیچ خوف و حزنی هم بر این گروه وجود ندارد و نمی باشد. آیه است که در آیات شریفه قرآن کریم این مضمون در چندین جا دیده می شود. شاید در 3 موضع از آیات قرآن این مطلب رو خداوند سبحان بازگو می کند. همین اسامی که ملاحظه فرمودید و الان بازگو می کنیم این نام ها رو و می شکافیم انشاءالله، و گاهی هم با عنوان دیگری، یعنی اون هم کلمه مجوس، واژه مجوس هم در کنار این 4 نام گاهی مطرح شده است و به صحنه آمده است. این اسامی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد و مثل این که لحن و خطاب آیه این چنین است که اینها کسانی هستند که فی الجمله ارتباط با خداوند سبحان دارند و از ایمان بهره‌هایی دارند که کنار هم نام اینها مشترکاً برده می شود. اجازه بفرمایید که آیه را ابتداءً باز کنیم، کلمات گشوده شود و آنگاه هم مضمون محتوایی آیه رو با هم بررسی خواهیم کرد. فرمود ان، کلمه ان اون معنای تحقیق و قطعیت رو میرساند. این رو حروف مشبهه است که معنای تحقق رو در کلام عرب این کلمه افاده می کند، یعنی همانا محققاً به تحقیق. به این گاه اشاره شده است که در قرآن کریم نوعاً در بیان حقایق، جملات خبری قرآن، گزاره هایی که قرآن مجید مطرح می کند، اینها معلل و همراه با تشکیک و تردید و تعلیق نیست. اگر چنین باشد اونچنان می شود، اگر چنین باشد اونچنان نمی شود. نه، این با آیات شریفه قرآن سازگاری ندارد.
قرآن مطلبی رو که میگوید در نهایت قطعیت، وضوح، روشنی، شفافیت و به گونه‌ای بازگو میکند که دیگه ذهن مخاطب را آزار ندهد، ابهام ذهنی نداشته باشد، بلکه یه روشنگری در بیان دیده میشود در آیات شریفه قرآن. و از سوی این قطعیت حاکی از اطمینان آورنده این پیام است، یعنی چون خداوند سبحان مطالب رو بر جان نازنین پیامبر خویش نازل کرده است، رسول خدا هم مطالب رو با یه استحکامی مطرح می کند. نیاز نیست که این همراه با تردید و شک و گمان باشد، نه، یه قاطعیتی در مطلب وجود دارد. فرمود ان الذین، همان آن کسانی که آمنو، ایمان آوردند. واژه آمنو که از ریشه ایمان برگرفته شده است، الذین آمنو در قرآن کریم همیشه مخاطبان این خطاب و متصفان به این صفت پیروان پیغمبر مکرم اسلامند. قرآن مؤمنان به پیغمبر مکرم اسلام رو با همین الذین آمنو مؤمنون یاد می کند و گاهی مسلمان که به تعبیر قرآنی اون و عربی اون مسلم و مسلمون. این دو عنوانی است که صفات پیروان پیامبر رو تشکیل می دهد. اگر فرمود قد افلح المؤمنون، می دانیم مراد مؤمنون در قرآن کریم یعنی پیروان واقعی پیغمبر مکرم اسلام. اگر مسلم گفته می شود و اگر مؤمن در قرآن به میان می آید، اینها یعنی پیروان پیامبر اسلام. خب حالا من این دو کلمه رو عرض می کنم خدمت عزیزان، بگذارید که قدری بحث رو جلوتر ببریم. ان الذین آمنو، به دنبال اون فرمود والذین هادو، اون کسانی که هادو. کلمه هادو در قرآن کریم فعل است. این فعل طبعاً یه ریشه‌ای داره، مانند همه افعال در کلام عرب این هم یه ریشه اشتقاقی دارد. عده‌ای معتقدند که این فعل عربی است، ریشه اون عربی است و از اون کلمه گرفته می شود که هاد یهودو، هود به معنای رجوع، به معنای بازگشت و به بیانی عرض می کنیم توبه مثلا. اون رجوع الله رو هود می گویند. و هاد یهودو یعنی اون کسانی که توبه‌ای داشتند و رجوعی به سوی خداوند. حال مراد از الذین هادو با همین معنای لغوی اگر بدانیم چه کسانی هستند؟ میگن پیروان حضرت موسی. پیروان موسی کلیم در قرآن الذین هادو نامیده شدند. اگر فرض رو بر همین معنایی که عرض کردم بگیریم، یعنی کلمه یهود از ماده و فعل هاد یهودو گرفته شده باشد که یهودی منسوب به این عنوان می شود، یعنی اون کسانی که اینها رجوع الله داشتند، اینها جماعتی بودند که توبه الله و به سوی خداوند داشتند. اون ارتداد و اون تاریخ شوم متاسفانه در میان این قوم پیش آمد. اینها مدتی رو در هجران و فراق موسی کریم به درستی و ایمان عمل نکردند. اونگاه از این خطای خودشون رجوع کردند، بازگشتن به سوی خداوند و گفتن هدنا الیک، خدایا ما رجوع به سوی تو کردیم. و این بازگشت بزرگ تاریخی در عین این که حاکی از اون خطای اینهاست، خود این یه تصحیحی است بر رفتار این جماعت و یه امتیاز است که اینها توبه کنندگان به سوی خداوند سبحان و ذات باری تعالی بودند. خب این در صورتی است که این فعل هادو یه فعلی باشد عربی و معنا به همین شیوه است که گفتیم و بازگو شد خدمت عزیزان. اما عده‌ای معتقدند که این کلمه والذین هادو و فعل هادو به اصطلاح ریشه عربی ندارد. این از اسم گرفته شده، از یه اسمی گرفتن و فعلی ساختند. خب این شاید مثلا باز هم سابقه دارد که از اسامی فعل ساخته بشه، مانند این که کلمه فرعون رو در همین سوره بازگو کردیم، عربی نیست فرعون، اما از کلمه فرعون فعل گرفته شده است و فعل ساختن، مصدر ساختن. تفرعون
به معنای فرعونی کردن، یک کسی کار فرعون بکند، خوی و خصلت فرعون رو نشان بدهد، این رو تفرعون میگویند. متفرعن اسم فاعل ازش ساختن، یعنی اون کسانی که خصلت استکباری دارند و رفتار فرعون منشانه رو نشان میدهند. مثلا به این معنا یهودی از ماده یهودا یا یهوزا گرفته می شود که یکی از فرزندان بزرگ و نامی و بزرگترین فرزند یعقوب است. از جهت سنی این نام رو این فرزند بزرگ یعقوب دارد، یهودا و یهوزا، این نام اوست. بنابراین این یهودی اون کسانی که منسوبند به جناب یهودا، یعنی فرزندان یهودا، یعنی فرزندان نوادگان یعقوب. شاید به همین معنا هم بیشتر در کلمات بزرگان و حتی اون نسبت‌هایی که از زبان خود اهل بیت، پیامبر مکرم اسلام، خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو شده است، بیشتر تأکید بر همین عنوانه که یعنی یهود و اونگاه یهودا، یهودی، اون کسی که منسوب به این نام و این عنوان داده شده است. خوب دقت کنید، اینها نکته دارد که عرض می‌کنم انشاءالله. والذین هادو، پس پیروان موسی، به دنبال اون فرمود و نصارا. کلمه نصارا اگر باز این بشکافیم واژه رو و ریشه های این رو بررسی کنیم، احتمال داده میشه از جهت لغوی که کلمه نصارا جمع نصران باشد، مانند قضبان قضابا، ندمان نداما. یعنی این یه وزن نیست اصلا در کلام عرب که فعلان و فعالا این به کار برده می شود. لذا می گویند جماعتی ممکن است نصارا که گفته می شود این جمع نصران باشد. خب احتمال دیگر این که نه، نصارا که گفته می شود این جمع نصرانی است، نصرانی مفرد، نصارا جمع این باشد. خب این حالا علت این که مثلا نصارا و نصرانی یه مقداری فرق می‌بینیم در این کلمه. در لغت عرب و در اصطلاحات عربی این متداوله که وقتی اسمی رو به جایی نسبت میدند یه تغییراتی در اون دیده میشه. مثلا ملاحظه می‌فرمایید شبیه این به افرادی که منسوب به بحرین هستند، به کشور بحرینند، به اینها بحرینی گفته نمیشه در لغت عرب. بحرینی غلط است اگر گفته بشه. ما در فامیل ها داریم این بحرینی، اما از جهت لغت عرب این غلطه. صحیح این بحرانی است، درست این میشه بحرانی. در نسبت به بحرین بحرانی گفته می شود. مثلا در نسبت به ری، اگر یک کسی رو بخوان بگن منسوب به ری است، این رو با چه واژه‌ای، چه کلمه‌ای شما میگید؟ این رو ری میگیم؟ نه، این گفته نمیشه. شنیدید اصلا کسی ری بگوید؟ نه. وقتی میخوان نسبت به ری بگن راضی میگویند. کلمه راضی یعنی اون کسی که از ری است. این ببینید چقدر فرق میکنه کلمه وقتی نسبت داده میشه. اینو میگن تغییرات و نسب. در نسبت ما یه تغییراتی داریم که دیده میشه. این مثلا به ساکنان مرو مروی گفته نمیشده است، مروزی گفته میشده است، مثلا در نسبت به مرو. بنابراین ما در نسبت و نسب یه تغییراتی داریم که گاه اینها دیده میشه. به همین خاطر به اون کسانی که نصرانی نصارا هستند نصرانی گفته میشه. این تغییرات الف و ی و اینها این تغییرات نسب است. خب با همه این مطالب حالا چه معنایی دارد؟ یعنی اگر شما گفتید نصرانی نصارا این پیروان حضرت عیسی هستند، چرا به اینها نصارا گفته می شود؟ چرا به اینها نصرانی گفته می شده است؟ در توجیه این نامی که این جماعت و گروه دارند دو احتمال دیده میشه. یک احتمال این که باز همان گونه که عرض کردم جماعتی دوست می دارند ریشه های عربی برای این کلمات پیدا کنند. ما چندان موافق نیستیم، اما گروهی این اصرار رو می‌دارن که این کلمات رو به نوعی اون اصالت عربی برای این قائل باشند. اگر این باشد باز می‌گردد به اون بحث نصرت و یاری دادن.
و اون کسانی که عیسی رو یاری دادند، اون کسانی که هنگامی که از عیسی سوال کرد من انصاری الله، چه کسی یار من و ناصر من خواهد بود، حواریون گفتن نحن انصار الله، ما یاران خدا هستیم و تو رو جناب عیسی یاری خواهیم داد. بنابراین بحث نصرت، یاری دادن، نصرانی، نصارا از ماده نصرت، یاری دادن و این مشتقات و این کلمات گرفته میشه. اما شاید ثواب مطلب این نباشد و درست این نباشه. اون شهری که بالش و رشد عیسی ابن مریم در اونجاست و شاید زادگاه عیسی هم همانجا بوده است، شهر ناصره است. شهر ناصره اون زادگاهی است که عیسی در اونجا پا به وجود نهاده است و رشد می کند. لذا گاهی در تعابیر در گذشته عیسی رو عیسی ناصری می نامیدند، یعنی نسبت به اون شهر می دادند. نصارا، نصرانی، یعنی اون کسی که منسوب به عیسی است که زادگاه اون و پایگاه اون شهر ناصره بوده است. این علت نامگذاری برای این جماعت و گروه. خب فرمود ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى، گروه اول مؤمنان و مسلمانان پیروان پیغمبر مکرم اسلام، گروه دوم والذین هادوا یهودیان، گروه سوم پیروان عیسی و نصارا. این جماعت رو یاد می کند خداوند سبحان. چهارمی و سابعین. سابعین، من سابعین رو اجازه بفرمایید اینجا یه بحثی رو مطرح کنم. در قسمت بعدی سخن سابعین رو خواهم گفت انشاءالله خدمت عزیزان، که اون هم یه بحث هایی دارد، یه پیچیدگی های این کلمه داره که حاجت به تأمل فزونتر است. اما تا همینجا که ملاحظه می‌فرمایید به پیروان پیغمبر مکرم اسلام در قرآن این کلمه مؤمن گفته شده است یا مسلم گفته شده است. به پیروان حضرت عیسی نصارا، نصرانی، پیروان موسی یهودی. وقتی این سه کلمه رو کنار هم میچینیم، من گاهی این بحث رو به بیانی عرض کردم خدمت دوستان، مایلم که توجه بیشتری از بعد اخلاقی مطلب عنایت بفرمایید و لحن سخن و خطاب قرآن رو در این قسمت توجه بیشتری داشته باشید. خب ملاحظه میکنید که به پیروان عیسی، اگر پیروان موسی رو بگیم به ترتیب، اگر یهودی گفته شد بالاخره یا اینها اشاره به آن است که یه توبه‌ای و رجوعی به سوی خداوند داشتید، یه اشتباهی و اونگاه بازگشتید و تصحیح کردید این بحث خودتون رو. یا این که به اینها یهودی گفته می شود که به یه بزرگی از اجدادشون و کسی از دودمانشون منتسب شدند و اینها یهود نامیده می شوند و یهودی گفته می شوند، ولو این که گاهی یهودیان خود می گویند علت نامگذاری ممکن است انتساب به خدای یهود باشد. یهوه، الوهیم، یهوه، اون خدای بزرگ یعنی خدای خدایان، اون خدای بزرگی است که یهودیان معتقدند که توجه بیشتری به فرزندان بنی اسرائیل دارد این خداوند و اینها رو بیشتر مشمول لطف قرار میدهد و به بیان یک خدای مثلا مهربانتری است با فرزندان یعقوب، لذا نام خودشون رو هم از همین نام یهودی مثلا گرفتن. این رو هم گاهی مدعی هستند این بحث رو عالمان یهودی. به هر تقدیر عرض بنده این است، این نام خب روشنه، این دیگه یا منسوب به یه شخص است یا به یه عمل کردی که اینها در طول تاریخ داشتند و بیش از این دیگه باری در این کلمه دیده نمیشه. از اون طرف در نامگذاری مسیحیان هم ملاحظه فرمودید. خب جماعت مسیح اینها اگر به خود عیسی منسوب باشند، مسیحی اینها گفته بشند، اگر اینها به نام عیسی منتسب باشند، باز به نام پیامبرشون نامگذاری شدند. اگر اینها منسوب باشند به اون شهر و دیاری که عیسی از اونجا برخاسته است، اینها رو نصرانی بگوییم، به یه شهری، به یه بلدی، به یه سرزمینی، به یه منطقه اینها نامگذاری شدند. اما نامگذاری مسلمانان در قرآن، این دو نامی که خداوند به پیروان پیغمبر مکرم اسلام در قرآن میدهد، یه تفاوتی با این نام ها دارد که این خیلی قابل تأمل است. یعنی میبینید اگر مؤمن گفته شد و اگر مسلم گفته شد، بنده فکر میکنم، گمان میکنم اون باری که در همین دو کلمه وجود دارد، در همین دو کلمه مؤمن و مسلم،
برای نشان دادن اون حقیقت وجودی این مکتب کفایت می کند. اگر پیروان نبی مکرم اسلام و متدینان به این دیانت و شریعت همین دو نام و عنوان خودشون رو بشناسند و ملتزم باشند و اون پیام اصلی این آیه هم همین است که انشاءالله در پایان عرض خواهم کرد خدمت عزیزان و بازگو میکنیم انشاءالله به شفافیت. اگر این رو ملتزم باشند بسیار بسیار مسیر درستی رو در فکر و زندگی و عمل پیش روی خودشون خواهند دید. ریشه این دو کلمه رو که نگاه میکنید به هر تقدیر بدون شک نام وابسته به خداوند سبحان است. یعنی ریشه کلمه مؤمن و مسلم اون نامهای بسیار خوش و شیوای ذات باری تعالی است. یعنی ملاحظه میکنید که وقتی خداوند خود رو معرفی میکند در میان نامهای ذوالجلال و اون نامها و اسماء الحسنای الهی شما صفت المؤمن و المسلم رو از نامهای سرآمد میبینید. الملك القدوس السلام المؤمن میبینید خداوند الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر نام ها رو ردیف می کند کنار هم. این کلمه السلام المؤمن دو تا نام خداست. خداوند مؤمن است. یعنی چه؟ خداوند مؤمن است. ذات باری تعالی متصف به صفت مؤمن می شود. کلمه مؤمن در مورد خداوند سبحان وقتی به کار برده می شود به معنای امان است، به معنای امنیت است. مؤمن یعنی امان بخش، یعنی اون کسی که امنیت، ایمنی، آرامش از ذات او برای وجود و هستی ارمغان داده می شود. صفت مؤمن از زیباترین نامهای خداوند سبحان است. یعنی اون ذاتی که وجود اگر امنیت طبیعی و تکوینی دارد، اگر این کره خاک با اون قدرت و با اون محاسبات پیچیده الان در میان منظومه در حال گردش و چرخش است و این آدمیان در روی این کره مشغول زندگی و معیشت خودشون هستند، ساکنان شمال، جنوب، شرق، غرب، تمام تقسیمات این زمین به کار روز زندگی خودشون مشغولن، این تغییرات روز و شب و فصول در حال مشاهده شدن و اینا هم زندگی خودشون میکنن، دغدغه‌ای ندارند. گاهی یه تکان، گاهی یه لرزش سطحی در یه قسمت از این زمین محاسبات و معادلات اینها رو به هم میزنند. یه لرزه و یه اضطراب و یه لرزه‌ای بر پیکر وجودی اینها ایجاد میکنه، روح و جانشون رو به لرزه در می آورد. این امنیت زمین رو ما معتقدیم این امنیت طبیعی امانده اون خداوند سبحان است. یعنی اوست که رفع السماوات، خداوند سبحان آسمانها رو مرتفع کرده است، مرتبط کرده است به غیر عمد ترونها، با اون محورهای غیر مرئی و اون ارتباط و زنجیرهای بین کروی که خداوند سبحان در کیهان تعبیه کرده است، نیروهای مختلف، جانب مرکز، گریز مرکز، گرانش، بقیه این نیروها که تمام این کرات آسمانی رو با هم مرتبط و منضبط کردند. این امنیت رو خداوند به زمین و بقیه کرات بخشیده است. گاهی به این هشدار داده میشه در قرآن: افامن اهل القری ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون. چه امنیتی دارند انسان‌ها که صبحگاهان برخیزند اما کره‌ای نباشد، زمینی نباشد، زمینی نباشد، زمانی نباشد، امنیتی فراروی اینها نباشد. این امنیت تکوینی و طبیعی است. این که طبیعت زمین بدین شیوه در مدار و قرار باشد و زندگی برقرار، این دهنده این خداوند است المؤمن. در کنار این ما بحث امنیت تشریعی رو داریم. یعنی خداوند سبحان یه اصولی رو، یه قواعدی رو برای بشریت تنظیم کرده است. خداوند سبحان یه تعالیمی رو به انسانها بازگو کرده است که اگر در پناه این تعالیم زندگی کنند، اگر این اصول رو که پیام‌آوران این اصول با سعادت و برکت رسولان الهی و انبیا هستند، اگر این قواعد و اصول رو بگیرند و تن به اون بدهند و در پناه اون زندگی کنند، یه امان و آرامشی جامعه انسانی و روابط انسانی رو در بر خواهد گرفت و میپوشاند. نام این امنیت تشریعی است، امنیت حقوقی است، امنیت قانونی است که در پناه شریعت و پیامبران الهی برای انسانها ارزانی داده می شود. این میشه امنیت
تشریعی. این امان رو چه کسی میدهد؟ خداوند سبحان. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، که میدانید آیات شریفه سوره مبارکه حدید. خداوند فرستاده از رسولان را، کتاب را، وحی را، تدوین را، تنزیل را، تا این امنیت در جامعه بشری حاکم باشد، انسانها به قسط زندگی کنند. استحضار دارید فرق بین قسط و عدل چیست؟ عدل آن است که عمومیت داره، شامل رفتار صحیح شما و ثواب شما با خودتون هم میشه. اما قسط جنبه آنسویی دارد، یعنی عدالت ورزی به دیگران رو قسط میگویند، عدل دو سویه رو قسط میگویند. برخلاف عدل، قسط یه مفهوم ویژه‌ای رو میرساند، یعنی یه نوع خاصی از عدل رو مطرح میکند. لیقوم الناس بالقسط، اینها اومدن تا این عدل فراگیر رو، این به اصطلاح امروزی ما این عدالت اجتماعی رو حالا در یه بعدش ما گاه مطرح میکنیم، در همه ابعاد منطبق کنن و پیاده کنن. این میشه امنیت اجتماعی، امنیت تشریعی، امنیت حقوقی. خداوند مؤمن است این دو امان رو داده است. حالا من عرض میکنم که ذات باری تعالی مؤمن است. به پیروان پیغمبر مکرم اسلام مؤمن گفته شده است و اینها کسانی هستند که قد افلح المؤمنون، به فلاح و سعادت میرسند. مؤمنان با اون شروط و صفاتی که مطرح شده است. این خیلی تکان دهنده است. من به مزاح و جدی عرض میکنم، امروز اگر کسی بخواهد نامی رو ثبت کند، اگر یه شرکتی بخواد نامی ثبت کند، باید این استعلام بشه، باید این اسم کاملا مشخص باشد که مشابهی ندارد، رقیب اسمی ندارد. اگر میخواد عنوانی رو مشترکاً بگیرد، حتما باید پسوندی باشه، پیشوندی باشه، حتما باید این بالاخره با یه عنوانی تمایز داده بشه و جدا بشه و نمیتواند کسی نام دیگری رو سلب کند و تصاحب کند. این حتما باید مقررات ویژه قانونی و ثبتی اون رعایت بشه. خداوند سبحان نام خودش رو به پیروان پیغمبر مکرم اسلام ارزانی میکند و اینها رو مؤمن میگوید و این خیلی نکته دارد. اگر به این جماعت مؤمن گفته میشه، یعنی اینکه اینها گیرنده امانند از خداوند سبحان، اینها امان رو از خدا میگیرند، گیرنده امان و دهنده امانند. مؤمن آن انسانی است که امنیت از وجود او برای جامعه می آید، موجب استرس و اضطراب جامعه نیست. مؤمن اون کسی نیست که اذهان رو مشوش کند. مؤمن اون کسی نیست که در رابطه با او انسانها دچار اضطراب و درگیری و نگرانی و دغدغه باشند. هنگامی که کسی با مؤمنی گفتگو می کند، آرامش به جانش می آید. هنگامی که با مؤمنی مراوده می کند، امنیت مالی، جانی و ناموسی دارد. هنگامی که با مؤمنی همسایه می شود، با مؤمنی همکلام می شود، مشارکت اقتصادی می کند، یه امانی در وجود حس می کند. دلیلی ندارد که احساس ناامنی کند، دلیلی ندارد که احساس اضطراب کند. این معنایی است که دقیقاً به صراحه در تبیین کلمه مؤمن از زبان خود وجود مقدس ائمه علیهم السلام، صریحاً از زبان امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق گرفته شد و امام همین گونه بیان کردن کلمه مؤمن، که مؤمن اون کسی است که دیگران از شرور او در امانند. مؤمن اون کسی است که امنیت به دیگران میبخشد. این خیلی مهم است. یعنی ماهیت این مکتب با همون اسامی و عناوینی که مطرح میشه رو میشه و خودش رو بازگو میکند برای پیروانش، برای دیگرانی که میخوان آشنا باشن با این مکتب و عنوان. از اون طرف کلمه مسلم رو که نگاه میکنی درس کردیم، برگرفته از واژه از سلام است که اون هم نام ویژه خداوندی است، اون هم صفت خداوندی است و کلمه سلام نشان دهنده اون عافیت، نشان دهنده اون صلح بخشی از ماده سلم و سلام، اون صلح رو میرساند، اون مصالحه رو میرساند، اون آرامش رو میرساند، باز هم به نوعی و عافیت رو میرساند.
خدای سبحان مظهر عافیت است، سلام است. خدای سبحان صلح و امان به بشریت داده است و اینها رو به مصالحه با ذات خودش دعوت می کند. السلام است. کسانی که به این شریعت می گروند مسلمند. روحیه اینها روحیه صلح است. اینها صلح طلبند، یعنی اینها اهل جنگ و جدال بی خود با دیگران نیستند. اینها عافیت رو برای خود و برای جامعه آرزو میکنن و دوست میدارن و هنگامی که با یکدیگر برخورد میکنن بهترین تحیتی که نثار هم میکنن همین است که میگویند سلام علیکم، سلام علیکم. اینها با سلام و تحیت، با آرامش بخشی و امنیت بخشی با یکدیگر مراوده میکنن و سخن میگن. این خیلی زیباست و عرض میکنم که خود این نامها یه دنیایی از مسئولیت و تعهد رو بر دوش پیروان پیغمبر مکرم اسلام با همین اسامی مینهد و خیلی از مسیرها رو پیش پای اینها روشن و واضح میکند. فرمود ان الذین آمنوا، این اهل ایمان گفته شد، یهودیان، مسیحیان. چهارمین عنوان باقی موند که عرض میکنم تا جمع‌بندی کنیم آیه رو. و سابعین. کلمه سابعین چندین بار در قرآن کریم تکرار شده است. گروهی وقتی به کلمه سابعین میرسن ممکنه الان هم ذهنیت دوستان عزیز این چنین باشه. سریعا میبینید گاهی در ترجمه ها هم ترجمه شده است ستاره پرستان. سریعا ستاره پرستان معنا کردند این رو. حالا آیا این سابعین به همین معنا هستند؟ اگر اینها ستاره پرست باشند، ستاره پرستی شعبه‌ای و شاخه‌ای از بت پرستی است. اینم توتم پرستی است. فرق میکنه. ما بت پرستی رو که بررسی میکنیم، بت پرستی فقط بت‌های دستساز نیست، مظاهر طبیعی رو هم پرستش کردن بت پرستی است. حالا میخواد درختی باشد، میخواد نمیدانم عرض به خدمتون موجودات خارجی باشد، هیچ فرقی نمی کند. تمام مظاهر طبیعی رو پرستش کردن اینها بت پرستی محسوب میشه، هیچ فرقی ندارد. اگر مراد ستاره پرستی باشد، آیین‌های این چنینی باشد، خورشید پرستی، ماه پرستی، ستاره پرستی، آیین‌های مثل میترائیس و امثال اینها بت پرستی است و خداوند بت پرستان رو در ردیف خداپرستان قرار نمیدهد. نمیگوید ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى در کنار مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، بعد اونگاه ستاره پرستان. این دلیلی نداره. این نشستن کنار اینها حاکی از این است که سابعین این گروه نیستند و این معنای ثواب صحیحی نیست برای سابعین. اینها رو باید مجدد بازشناسی کنیم در قرآن کریم و سیر تاریخ قضیه رو بررسی کنیم. به این کار شده است. یعنی محققان علوم قرآنی به این کار پرداختند، دین شناسان به این مقوله دست زدند و به دستاوردهایی رسیدند که من گوشه اون رو مقداری که در بحث تفسیر لازم باشه الان خدمت عزیزان بازگو میکنم. گویا کلمه سابعین، ریشه این کلمه و بازگشت این به آن است که در خود عربی کلمه سابعین از ما با صاد سبعه آخر اون همزه گرفته میشه و سبا فعل سبا به معنای خروج از یک دیانت به سوی مسیر دیگری نوعاً گفته می شده است. هنگامی که در صدر اسلام نگاه میکنیم این فعل رو به کار می بردن برای کسانی که از کیش و آیین خودشون دست بر می داشتن، به پیامبر مکرم اسلام گرایش نشان می دادن. به اینها سابعین گفته می شد. یعنی سبعه، نمیگم سابعین، دقت بفرمایید، به اینها از فعل سبعه استفاده می شد. می گفتن سبا فلانون، یعنی فلان هم مسلمان شد، اما فعل سبعه رو می گفتن. خود این فعل به معنای رجوع از یه شریعت و دیانت حق یا غیر حق به سوی حق یا غیر حق، یعنی هر دو استعمال دیده شده است. به این معنا سابعین مشخص میشه اینها کسانی بودن که از یه دینی به سوی دین دیگر توجه داشتن، حرکت کردن، میل کردن. وقتی در طول تاریخ یه نگاه های دقیق تری میشه به این گروه و جماعت، همون گونه که عرض کردم با مطالعه کامل، گوییم که گروهی از پیروان
عیسی ابن مریم، اینها یک گرایشی رو در مسیحیت ایجاد کردند. اینها یه بخشی از تعالیم عیسی مسیح رو گرفتند، یه بخشی از تعالیم موسی رو گرفتند و یه مقداری از سلیقه خارج از این دو بر آن افزودند. یعنی یه کامپلکسی درست کردند، یه التقاطی اینها ایجاد کردند بین پاره‌هایی از شریعت عیسی، یه بخشی از شریعت موسی و یه سلیقه‌های خارجی دیگه‌ای که در کنار این تحمیل کردن. گروهی از محققین میگن این جماعت اون جماعتی هستند که قرآن به اینها سابعین گفته میشه. اینا ربطی به ستاره پرستی این ندارن. بله، در دل این گروه یه جماعتی تولید شدن که به اینها گفته میشود سابعین حرانی. اینها سابعینی هستند که در شمال زندگی میکردن، در قسمت‌های شامات زندگی میکردن و اینها به دلیل اینکه به پاره‌ای از مجردات، فلکیات، روحانیات دلبستگی نشان دادن، در طی تاریخ اینها کم کم متوجه بعض از اجرام کیهانی شدند و به بعض از ستارگان هم یک قداستی بخشیدند. لذا این بحث ستاره پرستی با این کلمه سابعین یه التقاطی پیدا کرد. پس اینا یک گروهی بودند از دامن سابعین که جدا شدند و الا سابعین رو معتقدند که اینها یه شاخه‌هایی برگرفته از این مجموعه دو دین و یه گرایش‌های خارج دینی بودند که مجموعاً یه گروهی رو به نام سابعین تشکیل دادن. خود این جماعت معتقدند که ما پیروان عیسی هستیم، اما با یه گرایش دیگه. یعنی اینها خودشون رو به نوعی پیروان یحیای معمد میدانند. یعنی اینها خودشون رو پیروان یوحنا یا یحیی میدانند و یکی از ادله‌ای که این رو بیشتر تأیید میکند و اثبات این معنا میکنه، بیشتر به ذهن میاره، اینه که میدانید که اصلا خود عنوان یحیی، یوحنا و یحیای معمد گفته می شود. الان در میان مسیحیان ما سنتی داریم به نام سنت تعمید که سنت تعمید به اصطلاح اون سنت غسلی است که بعد از ولادت، بعد از چند روزگی از ولادت، فرزندان خودشون رو مسیحیان یه غسلی میدن که نام این غسل تعمیده. این رو شستشو میکنن. این از سنت های جناب یحیی است. این گروه خودشون رو پیروان یحیی میدانند و یکی از ویژگی هایی که الان اندکی که از این گروه باقی موندند، از سابعین باقی موندند، از ویژگی هایی که اینها دارن همینه که اینها یه تعلق خاطری به شستن دارند. اینها یه تعلق خاطری به شستشو، تغسیل و نوعاً در کنار آبهای گرم زندگی میکنن. به همین خاطر، به خاطر اینکه میخوان بیشتر استفاده از این موقعیت داشته باشند و از آب استفاده کنند. شاید بعض از دوستانی که با جنوب ایران و خوزستان بیشتر آشنا باشید، با کنارهای کارون بیشتر آشنا باشید، همین الان ما جماعتی رو داریم که اونها رو در عربی مغتسله میگویند و به اصطلاح محلی اینها رو صبی میگند. اینها رو صبی میگند، خودشون رو مغتسله میدانند. اینها همون گرایش سابعینند، در بصره عراق هستند و در خوزستان ما هستند. اینها در این دو قسمت در کنار آبهای گرم زندگی می کنند و اینها 5 غسل اصلی روزانه دارند، 5 غسل واجب روزانه دارند، 5 شستن واجب روزانه دارند و این کار رو انجام میدن. و شاید همین خاطر بوده است که بعض از لغویون حساس شدن، اصلا کلمه سابعین رو، این کلمه رو از ماده سبه فعل عربی گرفتن که سبه به معنای ریختن آب است. انا سببنا الماء صبا. در قرآن داریم که ما آب را چنین ریختیم. گاهی اصلا این رو از این اشتقاق گرفتن، گفتن نکنه که اصلا ریشش این باشه. بس به هر تقدیر من عرض میکنم خدمت عزیزان، سابعین اینها کسانی هستند که ریشه های الهی داشتن، ولو یک گرایشی از اینها توجهی به بعض از توتم‌های آسمانی و مقدسات این چنینی برای خودشون داشتن، اما این اون عنوان سابعینی که قرآن میگه نیست. سابعین قرآن یک گرایش مجزایی است از مسیحیت و یه تعلقات خاطری از یهودیت و بعض از صنایع شخصی خودشون و حتی در بعض از نوشته ها و گفته ها اومده که اینها قائل به کتاب بودند و کتابی هم که برای خودشون قائلن میگن همانی است که خدا گفته است یا یحیی خذ الکتاب به قوه. در قرآن داریم که خدا به یحیی گفته یحیی کتاب رو بگیر به قوت. میگن این کتاب انجیل نیست، این یک کتاب دیگه است که یحیی داشته است، نزد ماست، ما پیروان همون کتاب هستیم، ما هم اهل کتابیم.
اینها خودشون رو اینطور معرفی میکنن. اما این رو نمیتوانیم بگذاریم که قرآن نام اینها رو در کنار کی مطرح کرد؟ اهل کتاب. نام اینها در کنار مسلمان، یهودی و مسیحی اومد. پس اینا رو نمیشه مشرک دانست. به اون معنا مشرک که عرض میکنیم یعنی نمیشه بت پرست دانست. اینها به نوعی سر و سری با خدا و دین الهی دارند. این 4 گروه. خب این 4 عنوان مطرح شد. عرض میکنم گاهی در آیات دیگه قرآن کلمه مجوس رو هم داریم. ول مجوس هم هست. یک کلمه مجوس میدانید مج، ریشه اصلی مگ، مجوس از ماده مگ، مگو اون پیروان ادیان گذشته ایرانی را. کلمه مجوس بر ایرانیان گذشته اطلاق میشد، صاحبان مذهب ایرانیان گذشته اطلاق میشد که همون مگوپتا و موبد و همون کلماتی که گاه شنیدید در ادب پارسی هم به کار برده میشه، ریشه های همین واژه این کلمه است. خب این 5 هم در بعض از آیات در کنار این مطرح شده است. خب حالا چی؟ این اسامی مطرح شد که چه چیزی گفته بشه؟ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله. هر کسی که ایمان به خدا بیاورد و الیوم الاخر و ایمان به عالم دیگر بیاورد، یعنی ایمان به مبدأ و ایمان به منتها، 2 اصل اساسی ادیان الهی، ایمان به خداوند و فردای قیامت بیاورد و عمل صالحا و عمل کند بر اساس این اعتقاد و باور عمل صالح و عمل شایسته، فلهم اجرهم عند ربهم. اجر این مؤمنان عامل در نزد خدایشون محفوظ و منظور است. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و اینها رو هیچ نه خوفی از گذشته تاریکشون و هیچ دلتنگی نسبت به آینده نامعلومشون نیست. اینها نه از گذشته خیش باید دلنگران باشن، نه نسبت به آینده واهمه‌ای داشته باشن. این 2 چیزی که ما همیشه داریم، یا حالات گذشته ما رو رنج میدهد یا ندانستن حالات آینده ما رو دلنگران میکند. فرمود ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها کاملا در پناه لطف خداوند هیچ دلنگران نباید داشته باشن، آسوده خاطر باشن. حالا چه نکته‌ای رو در این آیه شریف خداوند مطرح میکنند؟ من به مقداری که زمان هست میگم که این بحث روشن باشه و بسته بشه. آیه 61 مربوط به چه بود عزیزان؟ ما یعنی از آیه 61 که نه، ما حدود 20 آیه است که داریم ماجرای بنی اسرائیل و یهود رو مطرح میکنیم. این آیه‌ای که الان عرض کردم آیه 62، آیه 63 رو انشالله خواهیم گفت نوبت آینده. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. یهودیان ما با شما میثاق گرفتیم، طور رو بر سر شما بلند کردیم. یعنی چه؟ انشالله گفته خواهد شد. یعنی برمیگردیم. آیه 63 گفتگوی با یهودیان است، آیه 61 با جماعت یهود سخن میگفت. یک آیه در بین اومد. آیا این آیه اشتباهی اینجا جاگذاری شده است؟ آیا این آیه ارتباط با قبل و بعد دارد یا ندارد؟ آیا این یه بحث مستقل نیست یا نه خداوند این رو پیوسته به گذشته و قبل، آینده و قبل میگوید؟ مسلم این یه آیه است که در ارتباط باید باشد از جهت مضمون با اون چه مسیر این آیات شریفه قرآن داره بازگو میکند. و قصه این است که اشاره میکنم محضر مبارک دوستان عزیز، یکی از داعیه هایی که جماعت یهود داشتند، اون جایگاه ویژه این جماعت و اون مقبولیت خاص و اون مدعی این مقام بودن که اگر هر سعادتی وجود دارد در عنوان و در نام یهودی بودن وجود دارد. اینها جماعتی بودند که صریحاً قرآن بازگو می‌کند اینکه قوم برتر و نژاد برتر در طول تاریخ خودشون رو بدانند. قرآن بازگو می‌کند که اینها میگفتند که خداوند سبحان با ما یهودیان ارتباطی دارد که نحن ابناء الله و احباؤه، ما دوستان خداوند، حبیبان خداوند و فرزندان خداوند هستیم. مثلا ما نقش این داریم، یعنی بهترین صمیمانه ترین ارتباط رابطه انسان و والدین است. ما چنین حالتی رو داریم با خداوند، نحن ابناء الله و احباؤه. اصلا ما دوستان صمیمی خدا هستیم دیگه. خداوند با ما عالم یکیست، ما یار غاریم دیگه، بالاخره ما نزدیکیم، با خداوند هیچ مشکلی نداریم و قضایا برای ما روشن. به این چنین است ادعای اینطوری ولی خدا بودن، اولیا. این همان است که فرمود یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم
اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. یک قرآن این مطالب رو بازگو می کند از زبان اینها و مدعای بزرگ یهودیت مطرح می شود که به نام خیش و عنوان خودشون فخر می کنند. این آفتی است که همه ادیان ممکن است گرفتار آن باشند. این آفتی است که مسیحیان هم گرفتار این شدند که اینها به عنوان و اسمشون فخر کنند، بگویند چون مسیحی هستیم کار تمام است، دیگه ما بارمون بستیم، هیچ مشکلی هم نداریم، ما الان منتظریم که بالاخره اون مقامات عالی خودمون رو در جنت خداوند بگیریم و اینا به حساب ما ریخته شده است و قابل ارجاع و رجوع هم نیست، کار تمام است. این خطر و آسیب مسلمانان رو هم میگیرد. یعنی ممکن است مسلمان هم چنین ایده و فکری پیدا کند، یک غرور به اسم و نام پیدا کند و بگوید من مسلمانم و کار من تمام است، من مؤمنم، پیرو پیغمبر مکرم اسلامم و چون من مسلمانم و مؤمنم دیگه من هیچ باکی ندارم. اسم اسلام برای من حس نیست، دژیست که من درون اون هستم، دیگه باکی ندارم. بالاخره اگر ما هر کاری هم بکنیم ما مسلمانیم و خداوند با مسلمانان ارتباط ویژه‌ای دارد، همه چیز در انتظار این هاست، بهشت در انتظار این هاست، امت مرحومند، مورد لطف خداوندند و ریخت و ریزی هم اگر در اعمالشون باشد اینا رو خدا بر اینها سخت نمیگیرد. به آبرو و گل روی پیغمبر مکرم اسلام گناهان و معاصی اینها هم مشکلی نخواهد داشت، چون مسلمانن، اسمشون مسلمانه، اسمشون مؤمنه، اینها دیگه به تعبیر بنده خدا اهل بهشتن و مشکلی نخواهند داشت. ممکنه بعضی از عناوین دیگه هم بیاد به صحنه، ممکنه تشیع هم بیاد، ممکنه کسی بگوید چون من شیعی هستم پس چنین و چنانم. خداوند سبحان با قاطعیت تمام ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین فرمود مسلمانان بدانید، یهودیان بدانید، مسیحیان بدانید، دلخوش به نامها نکنید. آنچه مهم است آن نامی است و اسمی است که در آن مسما وجود داشته باشد. نام بی مسما، اسم بی مسما فایده نمی کند و افاقه نمی کند. اگر کسی نامش یهودی باشد اما خصلت موسی نداشته باشد، اگر کسی نامش عیسوی باشد اما روح موسی نداشته باشد، عیسی نداشته باشد، اگر کسی مسلمان باشد اما ارتباط فکری و عملی با وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی بین او و پیامبر این ارتباط و رابطه وجود نداشته باشد، صرف این که نام خودش رو مسلمان و مؤمن بداند نمیتواند راهگشای او باشد. من آمن بالله و الیوم الاخر، اون کسی که ایمان به خدا به معنای واقعی، ایمان به عالم باقی و جاودان به حقیقت کلمه، و اون کسی که عمل صالحاً، عمل صالح می کند. ملاک و معیار عمل صالح کیست؟ چه کسی عمل رو تعریف می کند، صلاحیت یا فسادش رو؟ پیامبران الهی است. وحی باید تعیین کند که کدام عمل صالح است کدام عمل صالح نیست. خدای وجود تعریف می کند این رو و عمل صالحا. و اون کسی که عمل صالح انجام می دهد فلهم اجرهم عند ربهم، اینهان که صاحبان اجر و فضیلت، اونم عند ربهم، اون مقام اندیت، مقام قرب و مقام وصل رو پیدا میکنن. و اینهان که دیگه هیچ غم و تأثری بر وجودشون نیست، اینهان که هیچ دغدغه ندارند، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس اون چه راهگشاست ایمان و عمل است. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و الا ادعا و نام. خداوند این آیه رو با توجه به این که آیات قبل مربوط به یهودیان، آیات بعد مربوط به یهودیان، در بین این آیات این رو ذات باری تعالی به عنوان یه هشدار، به عنوان یه مطلب جدی، به عنوان یه تذکر متوجه یهودیان میکند و در این حال در کنار نام یهود بقیه نام ها هم میاد و این هشدار برای مسلمانان هم محکم و پایدار باقی است که تنها دلخوش کردن به عناوین و نامها و اسامی که در شناسنامه ها ثبت شود نمیتواند کسی رو نجات بدهد. اون که منجی انسان است ایمان و عمل صالح است، یعنی اصالت عمل به صحنه میاد. و متاسفانه این دغدغه و درگیری وجود داره، همیشه در بین ادیان بوده است. بسنده کردن به نامها،
عناوین، ظواهر یا عامل فریبی بوده است که خیلی ها خودشون رو فریفتند و از حقیقت عمل و اصالت عمل فاصله گرفتن. حالا اینجا یه سوالی مطرح است. اصل مذهب و مسیر آیه اینه. ادعی شاید به ذهنشون آمده است که آیا خداوند این بیانی که در این آیه مطرح می کند، ان الذین آمنوا، مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، سابئین، مجوس، هر کسی که ایمان به خدا بیاورد و عمل صالح انجام بده اجرشون در نزد خداست، آیا این آیه به بیانی و به نوعی رسمیت به تمام این تفکرات و مذاهب و ادیان در کنار هم نمی دهد؟ آیا از این آیه نمیشه استفاده کرد که ایشان پیامبران و رفیقانند، چون دشمنی بیهوده ترسا، مسیحیت و یهودیت و اسلام فرقی نداره، اینا همشون با هم یکی هستند، خدا در کنار هم اینا رو مطرح کرده است، یکی گفته است؟ این سوال برای گروهی پیش آمده است و در همین سه جایی که این آیه مطرح شده است یه قدری تأمل رو این بحث کردن که آیا این چنین است یا چنین نیست، به دلیل اینکه بحث یه حساسیتی داره. من البته مایل نیستم هیچگاه بحث هایی که منتهی به غوغا و جنجال های بدون نتیجه علمی و دقیق میشه مطرح کنم، وارد اون بحث ها نخواهم شد، اما در حدی که شأن تفسیر است. شاید خیلی از اون مباحث همسنگ تفسیر نباشد که انسان بخواد در مباحث تفسیری وارد اون مقالات بشد و اونها رو بحث کنند، اما اون مقداری که لازمه در کنار این آیه مطرح بشه و این ابهام زدوده بشه که آیا واقعا در یک کلام ساده اگر عرض کنیم رابطه ادیان الهی طولی است یا عرضی است، ادیان در طول هم می نشینند یا در عرض هم می نشینند، این بحث خیلی مهمه و ممکنه دغدغه بعضی از دوستان جوان من هم باشه الان و مورد سوالهای شما هم هست. انشاءالله این قسمت از بحث رو بعد از اینکه مسیر آیه رو گفتیم بگذارید تا در نوبت آینده با عزیزان در میان بنهیم و مطلب رو بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه. صلوات ناد بفرمایید.